سرخط مهمترین خبرها: ریاست معارف به یگان آموزگار در روز عید پول یا تحفه ندهید. ریدهای پیوسته مقاماتی روسیه مهاجران را ترسان کرده است و یک مقامداری بلندپایه تاجیکستان خواستار آتش بس در غزه شد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 7 مارس است. اداره معارف دوشنبه از والدین خوانندگان در پایتخت خواسته است در روز 8 مارس یا عید نوروز به یگان آموزگار پول یا تحفه ندهند. این خبرنامه در پی آن نشر شد که بعضی والدین از پول طلبی آموزگاران برای 8 مارس خبر دادند. بعضی پدر و مادران نوشتند آموزگاران تا 200-300 سومانی پول پرسیدند. ریاست معارف دوشنبه 6 مارس در خبرنامه گفت طبق قانون جمع‌آوری مبلغ‌های غیر قانونی، ضیافت آرایی و تحفه ستانی و یا به طربخانه رفتن خوانندگان و آموزگاران در روزهای عید منع است. این نهاد از ساکنان خواسته است که اگر آموزگاران از فرزندان آنها پول یا تحفه طلب کنند به مقامات مراجعت نمایند. ریدهای مقامات روسیه مهاجران تاجیک را ترسان کرده است. حتی با خبری آمدن پلیس مهاجران مجبور می شوند از جای کارشان فرار کنند. از جمله در یک نواره که مهاجران از سنت پترزبورگ فرستادند دیده می شود که مهاجران از ترس آمدن نیروهای امان به داخل جنگل گریختند. عین همین وضع در شهر مسکو هم دیده می شود. مهاجران در صحبت ها گفتند که 6 مارس برایشان خبر دادند که کارمندان خدمات مهاجرت برای تفتیش می آیند. با گفته همصحبتان ما از آنها خواسته شد که موقتا جای کارشان را ترک کنند. حتی آنهایی که پتن دارند در امان نیستند. همین ساختمان همه خیابان بسیار بود. باور که همین روز فمیس روز 6 مارس 2024 سال فمیس می اومده. همین را گفتند که همه ببروی همین پاتنتوی میکنه مردم ازبکستانی تاجیکستانی چی لازمه تگده برای ما همین پاتنتو را میکنه مردم بیچاره همه در گریز و گریز در ساختمان هیچ که نمونده غیر همون 3-4 همون ملت خودشون کسی هم شهروندی روسیه را داره هم موندگی تمام و که همه پاتنت داره حجت 100% مردم ها هی بگریزین که فمیس میویه هی بگریزین که فمیس میویه هیچ نفهمیدم این پاتنتو برای چیه تگده میخواست قطع کنن تمام رفتن و آمدن. از ماه می سال 2023 ریدها علیه مهاجران مهنتی در روسیه یک بار زیاد شد. مقامات روسیه هدف از این کار را پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی گفتند، اما از نوارهایی که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که کارمندان پلیس روسیه در این ریدها از زورآوری و خشونت نسبت مهاجران استفاده میبرند. حامیان حقوق بارها از این وضع نگرانی و از مقامات تاجیکستان خواستند برای حمایت شهروندانشان در روسیه تلاشی بیشتر کنند، اما گلناره حسن‌زاده وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان ماه فوریه امسال گفت روسیه قانون و قاعده های خودش را دارد و آنها از مهاجران میخواهند که آنها را رعایت کنند. اظهارات وزیر در حال صدا داد که قانون اساسی تاجیکستان مقرر کرده است که شهروندی تاجیکستان در خارج کشور هم تحت حمایت دولت می باشد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از جامعه جهانی خواسته است برای جاری شدن آتشبسی فوری در فلسطین چاره‌های مؤثر اندیشند. سراج الدین مهرالدین در این باره در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی صحبت کرده است. نشست درباره وضع فلاکتبار فلسطین روز 5 مارس امسال گذشت. انجام اقدام مؤثر برای با راه مسالمت‌آمیز رسیدن به صلح پایدار در منطقه از خواست‌های دیگری دیپلماتی تاجیک بوده است. تاجیکستان در ماه دکمبر سال 2023 توسط نماینده‌اش در سازمان ملل از قطعنامه آتشبسی فوری بشردوستانه در غزه پشتیبانی کرد. آن زمان اسرائیل، آمریکا، افسر، چخیه و 6 دولت دیگر به ضد طرح برآمده بودند. تاجیکستان در آخر ماه اکتبر سال 2023 نیز از قطعنامه آتشبسی فوری در غزه حمایت کرده بود. دیرتر 11 نوامبر همان سال رئیس جمهوری تاجیکستان در نشستی در عربستان سعودی گفت کشته شدن هزاران اهالی آسایشته و خراب گردیدن انفراساختاری حیاتا مهم را در غزه سخت محکوم می‌کنند. فردا 8 مارس روز بین المللی زنان است. چند سال اخیر این روز را در تاجیکستان به عنوان روز مادر جشن می‌گیرند. در آستانه روز زنان صحبت‌ها درباره نقش زن در جامعه و عائله زیاد می‌شود. برای همین همکاران ما سرویناز روح الله و امیر اسایف از ساکنان بزرگسال در خیابان‌های دوشنبه پرسیدند که سر یک عائله خوشبخت در تاجیکستان چیست؟ پاسخ را اینجا ببینید. چند سال شد شما عائله دارید؟ 12 سال. با فکرتون سر خوشبختی عائلوی در چی است؟ عائله ها در کدام حالت خوشبخت میشوند؟ خوشبخت در حالت میشوند که در عائله داری یک دیگر فهمی باشد.
بهترش همیه. اگر یکدیگر را نفهمید نیست. زندگی یک جایتان با اویلتان؟ دختر ما 15 و در 16 سال شد. 16 سال شد. همین سیر خوشبختی در چی میبینید؟ همین یکدیگر را نقض معامله کردن. معامله خوب باشد اگر یکدیگر آدم دلش نمیماند. اگر آدم یکدیگرش به معامله بد کرد حتما وایشان میماند. انا دلشان میماند. زندگی آستاسته خنک شده رفتن میگیرد. بین دو وای خنکی میشود و همینا هر خیلی مشکلات ها میبراید. اگر بیان که برای جوان ها که نو اویلدار میشوند شما یک روی خوشبختی پیشنهاد کنید کدام پیشنهاد میکنید؟ همین اویلشان حرمت احترام کنند. اگر که زن اگر که آدم حرمت کند معامله خوب کنند انشالله وای وای زن گندگی نمیبراید. ای مردکا وابسته. 32 سال. همین سیر خوشبختی در چی است که شما اینقدر سال مثلا زندگی یک جای داره؟ مهر و عاقبت یکدیگر فهمی. یک روی خوشبخت شدن به جوانها اگر گویند که بگوید کدام رو شما توصیه میتید؟ سهم گلاونی باوری کردن در گرده دیگری. تمام. خودتان و فکرتان خیر از اونه که مثلا باوری باشد با کدام راههای استفاده کردید که 30 سال زیاد با همسرتان یک جا زندگی میکنید؟ دوست داشتن در کار. رفتن زنک جا. 35 سال. سیری انمی زندگی یک جای 35 سالتان سیر خوشبختیتان در چی میبینید؟ در سلامتی کودکا. همین کودکا تنج باشن، فرزندان تنج باشن. ما خرسند. خودتان چی توصیه میتید وقتی که اویله های جوان ها اویله دار میشوند برای خوشبخت شدن به فکرتان باید چیکار کنند؟ صبر کنن همه چی نباشه. سیرش چی است که شما 47 سال یک جای زندگی کردید؟ سیر همی که با هم صحبتیم جنگ و جنجال نداریم در حیات ما بد نمیگیم یا دیگریمونو تهانتایی نمیکنیم یا دیگریمونو. کدام راههای رسیدن به خوشبختی است که شما در همی زندگی 40 سالتان از اون استفاده کرده؟ همدیگری به همدیگری گپ نگردوندیم ما یگون بار. ما گپ زنک معقول در روش میگم معقول نیست گپ خود ما معقول میکنم. لیکن که گپی و من خیلی فکر میکنم که همین خیلی معقول گفتم من معقول تمام. روز خوشبختی همین زندگی نقض باشه، سلامتی نقض باشه، فرزندا هم ببخت باشن، زندگی نقض است. میگن که برای خوشبخت بودن حتما پول در کار. خب بی پول نمیشه. ما در راسته زندگی میکنیم. خودتون برای جوانا چی راههای خوشبخت بودن توصیه میتید؟ کدام ها هست راههای خوشبخت شدن؟ راههای خوشبخت شدن زبان خارجی رو دانستن در کار. در خارجی ها تحصیل کردن در کار. بعد خیلی با توفیق با ایمان شدن در کار. با تربیه باشنده همین زندگیشون. در مناسبت با همسر چی؟ همسر درجه اولین درجه می باشه همسر باید رنگ ای رو زیدی زنان نه به قریبی رنگ گل بریم باید پرورش کردن در کار. همسر این درجه اول میسته. سال 2023 حداقل 8,500 نفر در مسیرهای خطرناک مهاجرت جانشان را از دست دادند. اینها اساساً نفرانی بودند که برای پیدا کردن کار و زندگی بهتر تلاش کردند که از مسیرهای خطرناک از جمله بحر و اقیانوس‌ها خود را به مکانی بهتر رسانند. سازمان بین المللی مهاجرت سال 2023 را مرگ‌آورترین سال برای مهاجران در 10 ساله اخیر گفت. سازمان گفته است این وضع اندیشیدن چاره‌های بی‌تأخیر را برای پیشگیری از مرگ آدمان طلب می‌کند. در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت همچنین آمده است سالانه صدها نفر تلاش میکنند از راههای غیر قانونی و خطرناک به مهاجرت روند. راههای بی خطر و منتظم مهاجرت برای همه دسترس نیستند. آمده است در گزارش سازمان. تاجیکستان هم یکی از کشورهای صادرکننده قوه کاری است و مهاجران تاجیک اساساً برای کار به روسیه و قزاقستان میروند. طبق آمارهای رسمی سالانه حدود 1000 شهروند تاجیکستان در حالتهای فاجعه‌ای یا با مرگ طبیعی خود در خارج از کشور می‌افتند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بخازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 مارس را فرا می‌گیرد.
7 март سال 1967 با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی هر هفته از 5 روز کاری و 2 روز استراحت عبارت شد. این قرار با هدف تامین حقوق کارگران و شرایط مناسب برای استراحت و فراغت آنها قبول شد. در قانون‌های تاجیکستان هم بعد کسب استقلالیت این طلبات حفظ شد. با گذشت 4 عصر از جنگ شهروندی تاجیکستان، مقامات حفظ قانون یکی از رهبران گروه‌های سلاح بدست و گمانبر در قتل‌های خودسرانه خوجا کریموف یا خوجا کماندیر را به جوابگری کشیدند. فرمانده پیشین فرانت خلقی بعد بیش از 20 سال فرارش از تاجیکستان سال 2020 از خارج استرداد شده برای دست داشتنش در 20 مورد کشتار و 14 سال زندان محکوم شد. سال بعد این حکم بازبینی شد و بر اساس دلایل‌های نو به 21 سال زندان محکوم گردید. 7 مارت سال 1922 یک رسام و قلمکش مردمی زلفیه بحرالدین و تولد شده است که بیشتر از راه ایجاد نقش و نگار مردمی توسط سوزنی و گلدوزی چهره‌های شخصیت‌های معروف را ایجاد می‌کرد. رسام خلقی تاجیکستان 91 سال عمر دید و سال 2015 مرکز تعلیمی استحصالی نوی در خوجند به نام زلفیه بحرالدین گذاشته شد. شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته ارزش دلار آمریکایی باشد بی تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 120 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1094 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده. شنوندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org پیدا کنید. خدا نگهدارتان.